امام احمد در مسندش یک قصه زیبا میاره. میگه روز قیامت ببینید دو آدم میگه با یکدیگر بحث میشوند نزد خدا ده. میگه الله مهربان این آدم در دنیا مرا بسیار دقت دادگی، این حق مرا خوردگیه یا حق مرا دادگی نیست. این آدم بسیار بقای کلام بود، این را گپ زد نمیشی. اکنون امروز جای آمده است که اینها هیچ وقت گپ زدن نمیتونن. قاضی اینها الله تو هستی. از این لحاظ من میخواهم که از این آدم ثواب بگیرم در عوض همون ظلم هایی که مرا در دنیا کردگی است. بعد از آن این بنده در جوابش میگه الله مهربان این گفتگوی هر اینها را گوش دارد. میگه این برادر میگه حقیقتا من خیلی بدبخت بودم، ما همه کارا را کردیم، لیکن در عوض آنه که من گناه زیاد که دارم باز هیچ ثواب ندارم. گناهام زیاد که بود ثواب ها ما گرفتن، حاضر دیگر من هیچی ندارم تا ثواب تو. بعد از اون خداوند میگه برادرت یگان ثوابی نداره که تو را بتر. بعد از آن آدم دعواگر میگه خیلی ندارد الله مهربان وعده ها این خیل بود، گناه های مرا در گردنش برد کن. بعد از آن میگه الله مهربان به طرفی همون آدمی که دعوا دارد میگه میخوای که از این در چیزی بهتر بتم. برادرها مهربانی الله را بینه با بندگانش. میخوای از این در بهتر برای تو چیزی بتم. میگه چی است؟ میگه نگاه کن. نگاه میکنه یک خانه یک قصر زیبا. میگه نمی از تو است. در عوض چی؟ در عوض این که اگر برادر تبو بخشی دعوا نکنی بالاش، همین گناهش تبو بخش، از دعوات بگرد، این همین قصر دیدی همین مال تو میشه. میگه این بنده از خرسندی را ایجاش بلند میشه. میگه خدایا بخشیدمش، خدایا بخشیدمش، خدایا بخشیدمش. الله میگه 10 شبگی جنت بدرو، 10 شبگی جنت بدرو. این مهربانی خدا را به برادر عزیز در نسبت بندگانش چه مهربان است. این خصلت های رذیله حیوانی را ما و شما در نسبت یکدیگر داریم.